هواپیما به تمکین است و من بیبال و بیچاره به سویت می روم. ای بخت کم دیدار ره دورم. همه خواهم که بعد از این همه دوری و رنجوری مرا دیده کنی باور که با عشق تو من از مرگ هم زورم. در روزهای جنگ خانگی تاجیکان جوانی 30 ساله رفت و اکنون مرد 63 ساله به وطنش برگشت. سیاوش جنیدی که از نسل شاعران نوگوی ادبیات تاجیک دانسته می شود، پس از مهاجرت 33 ساله از قرقیزستان به تاجیکستان بازگشت. البته تا این 30 سال بارها اومدم، اما خاصیت و ویژگی این لحظه آن است که این بار دیگه برای همیشه آمدم. سیاوش در سال 1993 چون شمار زیادی از فرهنگیان و روشنفکران تاجیکستان را در پی جنگ شهروندی ترک کرد و مقیم بیشکک شد. هرچند جنگ شهروندی 5 ساله در سال 1997 با صلح به پایان رسید، غربت برخی از فرهنگیان به درازا کشید. روز بازگشتش سیاوش به خبرنگاران بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت از بیشکک به وطنش با کلبار خاطرات خوش برمیگردد و پاس این نمک همسایه ها که این همه سال چشیده است میخواهد در گسترش روابط ادبی دو ملت کار کند. Навести мосты, как говорится, между нашими странами. میخواهم پلهای موجوده میان دو کشور را زیاد و مستحکم کنم. شاید من نزاکت‌های را از اینجا میدانم که در تاجیکستان نمیدانند و جنبه‌های را از آنجا میدانم که در قرقیزستان نمیدانند. من در دایره دانش و امکانات خود میخواهم محض روابط ادبی را تحکیم ببخشم. زیرا در بخش تئاتر ما علاقه اینجا سفیر خود برزو عبدالرزاقов را داریم. Посол Барзу Абдуразаков. من خواب باورتون بشه خانه این همین 30 ساله همیشه با یک احساس بازگشت و اونطوری که عبارت روسی هست میگن روی چمدان زندگی کردیم. به خدا قسم ما روی چمدان زندگی کردیم و مثلا من کتابخانه بزرگی دارم، برای خودم بزرگ است. خب من کتاب‌های داشتم که سالها بسته‌بندیشون باز نشده. چرا؟ برای اینکه میرم خونه، میرم تاجیکستان، اونجا سری فرصت میخونم. در فرودگاه دوشنبه شاعر را شماری از فرهنگیان و دوستان دیرینه‌اش پیشواز گرفتند. من بسیار احساس شادی دارم برای اینکه راستی نه در خیالم گذشت که ما کودک بودیم یعنی بعدی دانشکده و امروز یک اون پشت سر شده است و خدا رو شکر. من خیلی شدم که امروز دیگه چی میگن مثلا پیام نمیفرستیم و خودمون میریم چشمی نگاهی از بله خدا رو شکر. شاعر میگوید برگشتن به وطن بعد از سالها احساس خاصی است که آن را باید تجربه کرد، زیرا تصویر این حالت حتی برای کسی که دعوای شاعری دارد دشوار است. روایتش از غربت و دربدری نیز مثبت نیست. من از خداوند میخواهم که دیگر یعنی به اون معنی که دارد هجرت و غربت هرگز هیچ انسانی به ویژه همشهریای من دلیلی نباشد برای همچین غربتی. مسافرت چرا؟ مسافرت برن برای تحصیل، برای تماشا، برای کار، ولی غریب نباشن، مهاجر نباشن. شاعر خود از راه هوایی به وطن برگشت و کتاب‌های در غربت جمع آورده‌اش را از راه زمینی فرستاد. اما در مرز شرقی تاجیکستان با قرقیزستان کتاب‌ها از سوی مرزبانان تاجیک به دلیل موجودیت کتاب‌های فارسی و عربی برای تشخیص مصادره شدند. حالا میگوید این اتفاقی ناخوشایند او را نگران کرده است. انشالله که ببینم حل بشه. یه اشتباهی کردم که از قبل نمیدونم از یک اون سازمان‌های مرتبط نامه نگرفتم، در جریان نگذاشتم که من دارم کتاب میارم. البته کتابخانه خصوصی خودم هست و این سوء تفاهم پیش آمد. دوستان من امیدوار میکنن که انشالله مشکلی خاصی در میان نیست، حل میشه. حالا سیاوش جنیدی
از داشتن نقشه های زیاد حرف میزد. پیش و پیش از گفتن آنها خودداری میکنم و در رابطه با شب شعر و اینا که چرا نه، اگر واقعا البته شکی ندارم، ولی اگر خواننده از من بخواد همچین انتظار داشته باشد، من به جان دل آماده هستم که پاسخ این انتظارش رو بدهم و ببینیم به قول روسا و اینا پلان پکیج. جمعه میرزا روزنامه‌نگار و از دوستان شاعر میگوید سیاوش در این 33 سال محصول فراوان ایجادی دارد. امروز وقت آن رسیده است که با ابتکار و با تشبث و دستگیری مسئولین و هواداران ایجادیات سیاوش آنها باید که به دست خواننده برسند، آنها باید که خزینه، آنها باید ارخیو نشوند. هم درام، هم ترجمه، هم دیوان غزل‌ها، هم دیوان شعرهای کوتاه و شعرهای سفید، همون ترجمه های عالی که کردن، هم اون سفرنامه ها وام میکنم برای چندین جلد بسنده است. شاعر فراری از جنگ اکنون به این سوال پاسخ می‌دهد که برای یک ایجادکار چه فضای باید در کشورش مساعد باشد، هرچند به این پیندار نیست که حتما باید به شاعران امتیاز خاص داده شود. مثل هر کسب و کار دیگر یک شاعر میتواند خودش برای خودش یک شرایط خوب از هر طریق، از هر راه ایجاد بکند، ولی اینکه ما از وطن چیزی خاصی بخوایم، امتیاز خاصی بخوایم، شرایط خاصی بخوایم تا یه شعر براش بگیم، این به نظر من کاملا اشتباه است. پیش از سیاوش جنیدی شاعرهای دیگری معروف نیز به تاجیکستان برگشتند و هم برخی از آنها پس از چند سال دوباره راه هجرت را در پیش گرفتند.